اطفال عزیز و دوست داشتنی، السلام علیکم. امیدوار هستم همتان جور و صحتمند و خوش و خوشحال آمده باشین. درس نوتان را گوش بدین. درس نو خود را باز هم با چی شروع کنیم؟ شما بگوین. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، بسیار خوب. درس نو شما اخلاق اسلامی است. اخلاق اسلامی. و در اخلاق اسلامی درس اولتان سلام و احترام است. و حالا ما از شما سوال میکنم، وقتی که یک مسلمان دیگر را میبینه چی باید بگوید؟ السلام علیکم. علیکم السلام. این اخلاق نیک اسلامی است. ما باید به پدرجان و مادرجان خود احترام کنیم و سلام بگوییم. السلام علیکم مادرجان. علیکم السلام بچه. استاد رهنمای زندگی ماست. برای ما آموزش میده. باید با استاد احترام و سلام کنیم. السلام علیکم استاد. علیکم السلام پسر جان. و بزرگا باید احترام و سلام کنیم. السلام علیکم بابا جان. علیکم السلام. زنده باشی پسرم. بیایید همیشه سلام بدهیم و به بزرگان احترام کنیم و اخلاق نیکو داشته باشیم. السلام علیکم. اخلاق اسلامی زیبایی زندگی ما.